سلام به چنل فکتورمی خوش اومدید. قبل از شروع ویدیو توضیحات درباره ویدیو و چنل بهتون بگم. بچه‌ها ببینید چنل ما در بازی ترسناک و فکت و تئوری های پشم‌ریزی فعالیت میکنه. اگر دنبال همین موضوعی هستی حتما چنل ما رو سابسکرایب کن و زنگوله بغلش هم بزن. و این ویدیو درباره 5 ویدیو است که از جن زده و از جن‌ها و ارواح‌های مختلف گرفته شده و باهاشون ریاکت میدیم و توضیحات میدیم درباره‌شون. و اینم بگم لطفاً حمایت کنید. 11 تا ویدیو شورت گذاشتیم تو چنل ولی یه دونه ویدیو بلند نداشتیم. برای اینکه ویدیو بلند این اولین بارم میذارم، پس حمایت کنید تا منم بیشتر ویدیو لانجیامو بلند بذارم. قبل از هر چیزی لایک و سابسکرایب کن و نظرتو درباره این ویدیو هم بهم بگو. بسیار خب بچه‌ها، اولین ویدیو این ویدیویی که یه ویدیو خونه‌ایه که تو ایرلنده و کاملا واقعیه که با فیلش هم نشون دادم یه ارواح پشت پنجره است و این خانه تصویر شده است. بریم سراغ ویدیو دومین ویدیو مال این جنیه که زیر تخت دختر است و دختر رو میکشه به پایین و احتمال اینکه فیک باشه داره ولی زیادم فیک نیست. خب رسیدیم به ترسناکترین بخش ویدیو. ببینید اول کامل ویدیو رو ببینید بعد توضیح میدم. حتما دستار نداشته و خب اینجوری اذیت آزارش میکنن، چون اجنه‌ای که خب در هر حال انسان اذیت کنن و خب اصل ترسوندن داره که میکشه با شدت برخورد میکنه. احتمال خیلی زیاد کاری انجام داده و محلی بوده که اجنه وجود داشتن و بدون حسار و مندر کاری انجام داده هزار یه چیزی که اینجوری گرفتار شده. داستان از این قراره که این مرد دنبال جنگی و احضار روح از این روزی بود که بلدم نبود و یه روزی بدون سری با هیچ چیزی بدون دفاع از خودی رو احسان میکنه و یکی یه ضربه میبینه و از حال میره و میره تو بیمارستان. یک روز یه تو تخت بیمارستان بوده، یکی از اون جن‌ها و ارواح‌ها میاد اونو اذیتش میکنه که تا کاری به کارونه و هنوزم از این ارواح اذیتش میکنه. این ویدیو هم مال یه مردی به نام استیو که توی مفتوکه گرفته که یک گردشگر ماهر و جنگیر بوده. و این ویدیو هم مال مردی که تو خواب بوده و خونش تسخیر شده بود که یه دوربین میذارشه ببینه یه چیزی میتونه یا سرنخ پیدا کنه از این ارواح و میبینه که بله این خونه تسخیر شده است و حتی چند بار این ارواح اسارت داشتن که این مرد رو بکشند. خب بچه‌ها اینم بود آخرین ویدیو و اینم یادم رفت که بهتون بگم تو هر ویدیویی که میبینیم نظرتون رو درباره این ویدیو که شماره به شماره گفتم بگید، حتما برام مهمه. و درباره این چنل هم که گفتم لطفا حمایت کنید. این اولین ویدیو لانگ من و خیلی هم دوست دارم که شما و خانواده‌مون زیادتر شه، پس ما رو حمایت کنید و هر موضوعی که دوست دارید بدید به من تحقیق کنم دربارش ویدیو بسازم.